خب به این فریزا تو این سناریو دقت داشته باشین. یه نفر میبینید که خیلی حالش بده، بهش میگین که why the long face، پکر به نظر میرسی، چرا اینقدر حالت بده. بعد طرف میگه که من مثلا حوصله ندارم، ناراحتم. You know I'm a bit upset. I'm a bit upset. بعد شما میگین که خب چی شده؟ What's the matter? What's the matter؟ یعنی چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ طرف میگه که من بدهی سنگین بار آوردم. I have run up a huge debt. I have run up a huge debt. Run up a huge debt یعنی بدهی سنگین بار آوردم. بعد میگه که ایده چیزی داری که حلش بکنی این مشکل رو. Any suggestions to handle it? Any suggestions to handle it؟ بعد شما میگین که بهتره که من فکر کنم بهتره که وام بگیری. I think you should take out a loan. You should take out a loan. To take out a loan هم یعنی وام گرفتن. استفاده کنیم و لذت ببریم.